خوابند اهل غفلت بیدار مانده باشد، مستند مستی ثروت هوشیار مانده باشد. خوابند اهل غفلت بیدار مانده باشد، مستند مستی ثروت هوشیار مانده باشد. هم پیشگان شیطان از موی سر زیادند، هم پیشگان شیطان از موی سر زیادند. بر ابلیسی سیاه رو اغیار مانده باشد، بر ابلیسی سیاه روی اغیار مانده باشد. روی و ریا فزون شد، حق گوی سرنگون شد، در باره حقیقت افکار مانده باشد. مهری همه با پول شد، حال پرسیزین اصول شد. مهری همه با پول شد، حال پرسیزین اصول شد. چشمی طلب بسوی دیدار مانده باشد، چشمی طلب بسوی دیدار مانده باشد. انصافی آدمی نیست، زین به خودی غمی نیست. ناموسونم القاس یا آرمانده باشد. دنیای خود نمایی، گپهای خود ستایی. دنیای خود نمایی، گپهای خود ستایی. در دفتری زمان اشعار مانده باشد، در دفتری زمان اشعار مانده باشد. مایو دریغی آدم آسوده نیست یک دم، غم آورم زیاده غم خار مانده باشد. فرهاد عمری آدم یک کاری گوی گویند، فرهاد عمری آدم یک کاری گوی گویند. هستیم تا زمان این کار مانده باشد، هستیم تا زمان این کار مانده باشد. خوابند اهل غفلت بیدار مانده باشد، مستند مستی ثروت هوشیار مانده باشد. مستند مستی ثروت هوشیار مانده باشد، هوشیار مانده باشد، هوشیار مانده باشد. اسلامی افغانستان قرار داریم از طرف راست. سنه امروز هفتمی آگوست 2023 در تاریخ ثبت نشد. سلام علیکم دوستان عزیز. امروز هفتم آگوست سال 2023 است. ما رو مردم انمین سربلند دهه ششقت به توی دعوت کرده. ما امروز به ولایت خودمختاری بدخشان به جانب پامیر روان هستیم. در سرحد افغانستان و تاجیکستان قرار داریم، در ناحیه شوراباد. انجا من که اکام میشناسیدن توریست میکشونن، تمام همین تاجیکستان دور گشتم، میگن همه کولاشه کولی کلان نرفتم. میرن خدا خیر. زنده باشید. من از مردمی ششقت، از شما برادرای عزیز میندار هستم که ما رو انتخاب کردید که به همین جاها شما سببگار شدید و ما اینجا تماشا آمدیم. با تمام مردم کل تاجیکستان از نام مردم دهه ششقت ناحیه پنجکین سلام خود را میرسونیم. دوام نوارها را انتظار شوید. از ناحیه کجا میرفتیم؟ رشت قلعه پامیر است. از خودمون چند کیلومتر است که؟ نه زیاد بود نشکر. از دوشنبه 700. نه چی دیده از خودمون 1000 کیلومتر اومدگیم ما. از خود دیه ششقت گریم قریب 1000 کیلومتر است. دیه ششقت ناحیه پنجکین تا کجا بود؟ رشت قلعه. رشت قلعه
تقریبا 1000 کیلومتر. خدا کند که باز یگان ساکنی دهی ششقد از 1.5 کیلومتر زنگ گیرند و ما باز بیایم برای کلی. انشاءالله. ها؟ رای باشکنه خود دور نکنه. خانه امید نشده. بوجه میشه تو. نعمان حکیم هم گفته که از بیگانه زنگ گرفت که خیشاتون بسیار شد. ما بسیار محض شد. برای همین از دورتر زنگ آورده است. زنده باشید. من امروز ما در سرحد جمهوری های افغانستان و تاجیکستان قرار داریم. یک جهان تشکر. دریای پنج است. ما ساحل به ساحل دریای پنج رفته ایستادیم. خوب سحر برآمده بودیم. من روز قریب بیگاه شد. حالا به فکر امشب میرسیم ما؟ نه اگه سحر میرسیم که سحر میرسیم. پیش کلی فقط سحری میشیم خدا. زنده باشید. سلامت باشید. من اولا تشکر میخوندم به تمام یکایک اعضاهای کانال ما که همین شما سببگار بودید و آهسته آهسته زینه های ما به بالا و به بالاتر رفته و ما به همین با 4 گوشه تاجیکستان سببگار شده ایستادید که ما به تماشا و به نوارگیری های توی رفته باشیم. یک جهان تشکر. به کانال اعضا میشویم، نوارهای ما رو پیگیر میشویم، رفتیم برای ما رو استفاده. زنده باشه. اگر از ناحیه‌های دوردست زنگ میگیرید، من تاکسی است 70 K01 حتما زنگ زنید. رقماشون رو میپرسم در جای تاکسی افتم پیش من مصلحت بهتون ما میگم چه خیلی ناهی دور افتنه. زنده باشه. رقم‌های تلفن 593 511 0006. این شفیوران؟ این شفیور. این راننده. آقای رامیش با تجربه هستن، حتما صحت سلامت خدا خود برده میرسونن. تمامی راههای داخل جمهوری را خوب میدونن. رفتیم برادر عزیز. انصافم فنا شد، حیف است زندگانی. قارون صفت گدا شد، حیف است زندگانی. انصافم فنا شد، حیف است زندگانی. قارون صفت گدا شد، حیف است زندگانی. بر درد بی وفایی، بر کار ناروایی. بر درد بی وفایی، بر کار ناروایی. بین جمله مبتلا شد، حیف است زندگانی. بین جمله مبتلا شد، حیف است زندگانی. تا به شهر خاروغ 70-80 کیلومتر راه موندگی است میگن. دریای پنج باور کنید یک نمود کلان که اینجا کمک آرام است. پایان دیده چه خیلی پر تلاطم اومده ایستاده است. قریب رسیدم. باور کنید من خیلی خرسند هستم که همین جاها هم تقدیر کرد که آمدم. جاهای عجایب، دو طرف شاخ، میانه دریا، دو طرف دو دولت، اون جانب افغانستان، این جانب تاجیکستان. جاهای عجایب. راننده که ما رو آورده ایستادن اینجاها گشتگی بودن، توریست میکشونن اینها تا با مرغاب و تمام جایهای همین کوهستان بدخشان رفتگی بودن. پر تجربه. اگر همین جاها میبینید حتما زنگ زنیدشونه. باور کنید بعضی راهها به حد بیزه که تو بس گفتن. من راههای مسجای کوهی بیزه گفته بودم، این جاها از اون جایها خیلی راه وزنین است. اینجا رسیدیم شهر خاروغ. گفتم اکوی رومش اینجا ها عادت کردگی همه جا رو میدونم. ما در یک مهمانخانه قرار داریم که نانشتای سحری کردیم. اینجا جای های مهمانخانه برای آدمای در راه مانده
дар даромадгоҳи шаҳри хоруғ аст. Бо ҷойи хоб, бо хурду хӯрок, бо ҷойи шустушӯӣ таъмин мекунанд. Агар эҳтиёҷот пайдо шуд, ҳатман биёед дароед. Акои бахтиёр ҳастанд, нағз хизмат мекунанд, бовар кунед. ҷойи боду ҳавои тоза. از کلبه تنهایی غمبار دلم ماند، از گلشنی خشکیده پرخار دلم ماند. از کلبه تنهایی غمبار دلم ماند، از گلشنی خشکیده پرخار دلم ماند. نه دوست سراغت کند و نه کسی دیگر، از هر کی و هر چیزو زی اغیار دلم ماند. از هر کی و هر چیزو زی اغیار دلم ماند. یاره کی دلت میکشدش میل ندارد، رنجیده زی او گویی که از یار دلم ماند. دنیاست جفا خانه و ما شخصی جفاکار، از این عملی پستی گرفتار دلم ماند. دنیاست جفا خانه و ما شخصی جفاکار، از این عملی پستی گرفتار دلم ماند. آنه که به قدرت نرسد مهر لازم، از طینتی انسانی دل آزار دلم ماند. کاری که پسند است ثمر آرد و خوبی، زینهار مگو از کسی خوشکار دلم ماند. کاری که پسند است ثمر آرد و خوبی، زینهار مگو از کسی خوشکار دلم ماند. رسو 1.5 سوتکه شد که ما در راه دیروز ساعتی 6 سحر برانده، اما ساعت 4 بیگاه شد ما آمده رسیدیم. دهه بیدیزی ناحیه راشدخانه ولایت کوهستان بدخشان. سرمه میگیرم به چشمانم زی خاکی پایتان. خوش آمدید، خوش آمدید. من شما را میهمان نمیخوانم بلکه میزبان میخوانم. خوش آمدید، خوش آمدید. به بام جهان، به بدخشان، به بدخشانی باستانی و داستانی شما را خیر مقدم میگم. خوش آمدید، خوش آمدید. به حضور باشین، به حضور. خوش آمدید. عزیزای دل، ما قرار داریم در دهه بیدیزی ناحیه راشدقلعه ولایت کوهستان بدخشان. ما اینجا اصلا توی آمدگی هستیم. برای ما بعضی رسم و اینها بعضی چیزهایی بود که جالب بود از همین منطقه با اون چیزی که ما دیدیم. ما اینجا همصحبت شدیم با استاد تاریخ معلم محترم. من اول تشکر می‌کنم که برای با ما صحبت کردن راضیگی دادید. من می‌خواستم اول خودتون رو معرفی می‌کردید و بعداً می‌دونید در جای‌های ما مردم بدخشان رو یک مردمی با ننگ و با ناموس با اور خونگرم، یک شخصیتایی که از با اونی که از بدخشان هستند افتخار دارن، غرور ملی دارن، میشناسن. من می‌خواستم خودتون رو معرفی می‌کردید و کمک درباره ولایت مختار کوهستانی بدخشان معلومات می‌دادید. اولا عرض سلام برای مردم مهنت قرین وادی زرافشان. این سلام
ما هست از سرزمین بدخشان. من بودرخانوف بلقیا شیرین شویویچ آموزگار فن تاریخ هستم. مدت 35-36 سال شد که در مؤسسه تعلیمی مکتب کار میکنم، فعالیت میکنم. در اینجا سوال به میان آمد مختصر درباره تاریخ بدخشان باید معلومات دهم. بدخشان تاریخ کهن دارد، سرزمینی که تاریخ آن به دوره همان زمان آریایی ها راست می باید، ولی چون سرزمین کوهستان است، از چهارراه‌های تجارتی و فرهنگی همان دوره قدیم دورتر جایگیر بوده است، معلومات نسبتاً کمتر یا از بین رفته‌اند، ولی معلومات تاریخی زیاد هستند. مثلا سیاحان چینی درباره بدخشان معلومات دادند، مارکو پولوی ونیزیایی معلومات داده است که امروز گوسفندهای مشهور بدخشان با نام مارکو پول هستند، در کتاب‌هایش درباره تاریخ بدخشان معلومات دادند. اون دولت‌هایی که در حدود سرزمین آسیا میانه وجود داشتند، اما وقت توجهشون با بدخشان به خاطر سرزمین پرگنج بودنشون، به خاطر لعل بدخشان بودن داشتنشون زیاد بوده است. مفصلتر تاریخ بدخشان سر می شود از دوره عصرهای 16 و 17 و 18، از دوره که شیبانیان و من بعد اشترخانیان و من بعد روس‌ها به سرزمین آسیا میانه حمله ور شده بودند و زدخوردی که زدیتایی که در بین امپیری روسیه و امپیری انگل برای تقسیم نفوذ در آسیا میانه وجود آمده بود. مخصوصا این زدیت در سرحد بدخشان وجود آمده بود و سال 1895 بدخشان را تقسیم کردند. قسمت راست بدخشان با هیئت افغانستان هم شد، قسمت چپ هان با هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان هم شد و با نام اوکروگ پامیر در هیئت ولایت فرغانه جایگیر بود. دوم ینوار سال 1925 بعد برقرار شدن حاکمیت شوروی بدخشان همچون ولایت مختار کوهستان بدخشان با هیئت تاجیکستان داخل شد و امروز هم یک قسم ترکیبی و جدا نشونده جمهوری تاجیکستان وجود دارد. مرکز ماموری بدخشان شهر خاراق را نگین بدخشان هم میگویند که از شهرهای کوهسار زیباترین در منطقه هست و امروز تشکیل یافته است، رونق یافته ایستاده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان از 7 ناحیه ماموری عبارت است. یکمین ناحیه آن را دروازه بدخشان هم میگویند، ناحیه درواز است. بعد از آن ناحیه ونج، ناحیه روشان، ناحیه شاغنان و روشان شاغنان، ناحیه اشکوشم، ناحیه روشقلا و ناحیه کلانترین جمهوری تاجیکستان، این ناحیه مرغوب. بدخشان سرزمینی است که کوهستان هست. 95% حدود بدخشان را کوه‌ها تشکیل میکنند، لیکن این کوه سر به فلک کشیده رمز سربلندی و غرور مردم تاجیکستان است. این را تمام مردم تاجیکستان به خوبی درک میکنند، میفهمند. بدخشان را باز بام جهان یا بام دنیا هم مینامند، زیرا که بلندترین قله، یکی از بلندترین قله دنیا، قله اسماعیل سامانی با بلندی 7495 متر در سرگاه بدخشان جایگیر هست. خب این مختصر معلومات درباره بدخشان. سلام باشید دوستان عزیز. البته در بدخشان کدام دره‌ها قرار دارند؟ دره‌ها البته بدخشان کوهستان از دره‌ها عبارت است و اگر گوییم که هر یک دره یک ناحیه ماموری امروز است، این هم خطا نمیشه. این روز ما اینجا قرار داریم، این دره، اینو دره شاخ دره میگویند که با طور ماموری این ناحیه روشقله هست. شادره از قدیم میگفتند که شاهان قدیم بدخشان اساسا مسکونشان جای شویشان در من سرزمین بوده است. شاخ دره برای من قطعه میگن. از طرف این طرف ما است، از طرف شمال ما است دره غند. از این طرف در یک درجه نوعی اشکوشم است، در اونجا از دره غوران میگویند، دیگر در وخان هست در اونجا. اون طرفتر این طرف پایانتر گریم از خاراق پایانتر به نوعی روشن نزدیک میشه، اونجا دره بارتنگ است. بارتنگ سرگش امرا میشد با وادی الچور قطعه اون طرف با چیز نوعی مرغوب. همین دره های اون طرف دروز با هم دره ها هستند، دره های گوناگون هستند. اینجا همین دره ها هستند. اینجا موضوع قرار داریم در نوعی در دره شاخ دره. همین دریایی که جاری است با نام شادره است، نوعی معموری با نام روشقله است. روشقله چی معنی دارد؟ روشقله معنی اون رو الخیشل میتند، ولی در مرکز معموری امروزه نوعی روشقله در بلندی شاخ قلعه هست. قلعه میران شاخ دره بوده است از زمان قدیم و میگه وقتی که افغان‌ها هجوم کرده اند
با تمام ساکنان همون قلعه رو به قتل رساندند و از همون بلندی پرتافتند و در نتیجه ریختن خون همون سنگ ها همون شاخ ها سرخ رنگ گردیدند. این سرخ رنگ گردیدن با زبان شاهنامه‌ای سرخ رشد یا رشد میگن، میگن قلعه رشد، قلعه سرخ. تا همون قلعه چندین سالا میگن که همون خون که سخت شد بعد وای باران و برف همون رو شستن میگیرن ما میماند میگن این روش قلعه هست، روش قلعه به ما خود بود. این روزا ویرانه اون قلعه یعنی یک یادگاری تاریخی در مرکز معموری نوای روش قلعه موجود است. است در همونجا روش قلعه با ما خاطر است. عزیز جایهای تاریخی ولایت مختار کوهستانی بدخشان امروز میگوییم که من سالهای رشد سیاحی میگوییم و جلب سیاحان به تاجیکستان و از جمله به بدخشان امروز سخن در این باره بسیار میرود. البته یکم طبیعت زیبای بدخشان، دوم این همون جایهای تاریخی. اما در این ناحیه ما قرار داریم، در اینجا مزارها هم هستند، خب قلعه های کهنه هم هستند، قلعه‌ای هستند که تاریخشان پیش از اسلام تعلق دارد. اونها را اساسا مردم با نام کافر قلعه یاد میکنند. ویرانه اونها در خود این دیهای ما پایین‌تر هست، در پایین‌تر هم هست. خب در بالا در سرگاه همین وادی در جاخنگوزن چنین قلعه ها هستند. خب خود اوز گفتیم که خودمون قلعه مرکز همون میران شاهدره روش قلعه گفتیم. این قلعه وجود دارد. در دیهای توسیان است مزار کلام با نام مزار شاه برهان است. مزار است با نام مثلا میگن مزار شاه عبدال ولی میگن. این همون بزرگان همون شیخ ها یا که همون قلندرانی که در اون زبانهای پیش برای تعلیم دادن مذهب یا اون چیزگر به سرزمین سفر کردن در کجای قدمگاه ها است جایی که در آنجا بودند از آنها این چیزا باقی مانده است. قلعه ها در قریب که در همه قشلاق چنین قلعه ها ویرانه و اولام وجود دارند. البته آنها با بازسازی و با حفظ کردن این روز نیاز دارند، احتیاج دارند. در ناحیه اشکوشم دو قلعه بزرگ هستند. یکی قلعه یمچون میگویند که با فهرست یادگارهای تاریخی عمومی جهانی داخل شدند و مبلغ هم جدا شده است برای از نوع ایو کردن هون. دیگری قلعه بزرگ قلعه قاقه هست. در باره اون در وسط اخبار هم بسیار گپ میزنند. قلعه ومار در نوای روشان هست. خب شهر کران در دروازه هست. در مرغاب یک چند جای سکونت آدمان قدیمترین که در اونجا همون چیزی که استیصال میکردند چیزا باششگاه آدمان قدیمی که با نام بازاردره هست و دیگر جوان هستند. چنین یادگارهای تاریخی خیلی زیاد هستند در بدخشان. راستی گپ زیاد هستند در اینجا. رسم و آیین‌های مردم پامیر ما راستی گپ یکی از اون چیزهایی که برای ما باعث تحسین و آفرین است. مردم پامیر بعضی از رسم و آیین‌های خود رو حفظ کردن. درست است. و علل خصوص من همین نکته رو میخواستم قید کنم که و با همون رسم و آیین‌های خود افتخار دارم. البته افتخار دارم. کما که درباره رسم و آیین‌های پامیر، درباره رسم و مراسم‌های خرسندی و دفنشون کما که معلومه خب درست است. شما این چیز درست قید ممکن شما نسبت به دیگر منطقه‌ها این بدخشان یک اصولخانه تاریخ باشد. برای اینکه بسیار رسم و آیین‌ها در اینجا محفوظ ماندن. مردم این زمان رو حفظ میکنند، به جا میآورند، رعایت میکنند و با آنها اعتقاد هم دارند. مثال رسم و آیین‌ها هستند که وابسته به عیدها هستند. عیدهای آریایی هم عید صده هست و بزرگترین مراسم ها در ما در عید نوروز هستند. ولی ما که درباره اما چیزا معلومات دادن میتونیم. فقط ما امروز در شما پیشتر قرار کردیتون در توی قرار داریم. انا اوزر میره یک مراسم توی رو میگذارن شاید اون رو هم شما ثبت میکنیتون. کمتر مختصر درباره همون مراسم های تویی گپ میزنیم. یک مراسم تویی ما هست که با ما دفزنی آوازدار بدخشان سر بشد وقتی که پیش از مراسم عقد نکاح برای شاهمرد و برای عروس این برای شاهمرد این مراسم چیز سرتراشان هست. با سرود سرتراشان رو سر میکنند. برای شاه موی سرشان را پس میکنند، ریششان را میتراشند. اول پیش از این آبازی میدارند، لباسای نو میپوشانند. در وقت همان پوشاندن لباس البته افزان سرود میخوانند. سرود سرتراشان را میخوانند، با نقراتش میخوانند. زن و دخترها رقص میکنند. همان یاران جوره های داماد شاه ما میگیم برای شاه
لباس های همان شاهی را می پوشند. و یک چیز مراسم بس شوخی هم این هست، یک رسم هم این هست. وقتی که یاران دوستان اون ما رو وزیران شاه میگوییم لباس رو میپوشانند، در وقت پوشاندن لباس از زمان چیز سر کرده، از زمان جوراب سر کرده تا توقی و سر پوشیدن وقتی کارو میپوشانند، بعد از زمان خیش تباران طلب میکنند که واسه اینکه همون جوراب میپوشند کی جوراب خریده است، جوراب از روی همون چیز نیست، اندازه نیست، یا کلان است یا خرد است و با چیز را برمون پوشاننده ها مکافات بدهند. همین خیلی دیگر لباس های میپوشانند و گالستکات رو میبندند، میگن که نشدین. بچه بار نشده است نمیشد. رزمه کی گرفته گیره؟ کی خریده گیره؟ رزمه رسوله شما. همین دیگه نفهمید. یه شباب یاد نمیشود. خیلی ما دست می سبق یا سیترم عرض نیترم میوسید با چی نیست؟ یا تفلی بیا توفله را تی. اختر چیز کایرا؟ هم دایرز نبرده نمیشم دیگه. تبارک عزت نازوهن حلیم بنیانو از برای مبارکتی کار خیر همر خیر کار خیر همر خیر خداوند تعالی برآورده بخیر آمین صحبتش نیک عمرش در بنیادش سبز اللهم رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق هم تو خر الفاتحین طیبین طاهرین برحمت مولای زمان مبارک شود. مبارک باشد. اول و دیگر میپوشانند، بعد اما لباس ها درون غلبیر گرفته میبرند، در پیش شاه میمانند، در تگ اما غلبیر شیرینی میگذارند. وقتی که لباس را میپوشانند بعد اما شیرینی رو به سر شاه میریزانند و کودکان چنگ زده میگیرند اما چیزا از شاه، چیزی که از تنه شاه گذشته، یک چیزی است، یک چیز است و یک رمز خرسندی است برای کودکان. این چیزا انا یک مراسم برای عروس هم حینند خیلی است، پوشاندن لباس عروس می پوشانند، این چیزا میکنن. البته در وقت پیش از اون پوشاندن در خانه در موران گپ میزنید، در خانه در سالهای پیش در مابین خانه تنور وجود داشت، در اونجا آتش در میگیراندن، همون رستنی خوشبو رو در اونجا در میگیراندن، همون لباس رو اول از بالای هون میگیراندن، دور میزناندن، بعد آورده با پادشاه و بعد با عروس پوشاکای عروس و با عروس میپوشانند. این یک سنت بود، چون این سنت که در خاندان مردم بدخشان تنور هست و همون ماده خوشبو کننده رو در میگیرانند. این از همون دوره اوریوی، از همون دوره زردشتی باقی مانده باشد. شاید
این چیز در بورم باتر اوزرگات میزنیم. آن یک مراسم در ما همین است. خب بعد پیش از به خانه شهرمرد گسیل کردن عروس مراسم چی رو میگذاریم؟ در ما میگن شی کردن، وقتی که با اون لباسای چیز رو برای عروس میپوشونند و بعد در 5 ستون خاندان رمز سفیدی کمتر ارد میپوشند پیش رفتن و بعد عروس رو به خانه داماد گسیل میکنند. در وقت گسیل کردن امروی عروس خیلی از زمانهای پیش این زمان بیش رسم رسوم و زمانهای پیش باقی ماندن. مثلا در اون دوره یا پیاده گسیل میکردن یا اسب سوار یا خرسوار گسیل میکردن. با همین خاطر امروی عروس یک چند نفر میرفتند. یکی را میگفتند چنویر در ما میگن، یک یا همه یا خاله همون عروس هم روش میرفته، یک مرد میرفته او رو جلوگیر میگن. جلوگیر خیلی کلمه تاجیکی است. شامر رو سوار اسب میکردند، از قفای وی میشنوندند عروس رو، یک نفر جلوی اسب رو میگرفت تا خانه داماد او رو گسیل میکرد. امروز که اسب و خر و این چیزا نیست، ماشین است، لیکن چون انحنه همون 2 نفر هم روی عروس تا خانه داماد او رو عروس رو گسیل میکردند، میروند برای وقت خوشبختی میطلبند، بار بگشته میبیاند. همین خیر رسم و رسومات در توی در ما هستند.